المفسرین الف الثعلبی، یکمینش ثعلبی، دویمش با الواحدی الزمخشری. زمخشری در کدام کتاب؟ کشاف. البیضاوی حنفی. الشوکانی، این شخص متأخر است، یمنی است. اشهر المصنفات، یعنی مفسرها در کتابشون حدیث‌های موضوع آوردن، بعضی حدیث‌ها را نه همشه، بعد گفتن بیان نکردن که حدیث ها موضوع است. این خطا، یعنی که باید طالب علم اهمیت در کتاب‌های تفسیر علل خصوص با اهمیت باشد. بدون سند حدیث های از پیامبر هم روایت شده است که حدیث های موضوع آوردن میگیرن. اشهر المصنفات فی، مشهورترین حدیث ها در بابت موضوعات، حدیث های بافته شده. از همه مشهورترینش الف کتاب الموضوعات لابن الجوزی، کتاب موضوعات ابوالفرج ابن الجوزی. ابوالفرج ابن الجوزی میشناسید نه؟ این کس ابوالفرج ابن الجوزی پیش از شیخ الاسلام ابن تیمیه گذشته هستند. بعضی با ابن القیم جوزیه آمیخته میکند. این کس استاد شیخ سعدی، شیخ سعدی صاحب گلستان و بستان است که در گلستانش میگوید که من به نزد استاد بزرگوارم ابن الجوزی ابوالفرج ابن الجوزی رفتم که او مرا نصیحت کرد که به مجلس های سماع اشتراک نکن، یعنی مجلس های رقص و بازی که صوفی ها دارن همین خیلی مجلس ها اشتراک نکن. گفته شیخ مسلم‌الدین سعدی نصیحت کرده است. یعنی ابن الجوزی از شیخ الاسلام تیمیه پیشتر زندگی کرده است. شیخ الاسلام تیمیه ممکن ولا اعلم فی الاسلام احدا صنف اکثر من تصانیفه، من در این دین مقدس اسلام یگان کسی نمیدونم که از ابن الجوزی دیده بسیار کتاب نوشته باشد. ابن الجوزی تا زمان شیخ الاسلام اولین شخصیتی که صاحب مؤلفات بسیار است همین ابن الجوزی است. اسلم علی یدی اکثر من 100,000. ابن الجوزی میگه در دست من زیاده از 100,000 ملحدها، مشرکها، نصارا و یهود اسلام آورده است. بسیار عالم بزرگ است. بعد این شیخ الاسلام تیمیه گذاشتن در بسیار نویسیدن، یعنی مقصد فقط در بسیار نویسی کتاب پیش است، نه عالم جهبذ مانند مثلا بخاری یا شافعی یا مانند شیخ الاسلام تیمیه در یک علم مبرز نیستند، در یگان علم مبرز نیستند الا در علم وعظ، نصیحت، پند و نصح. زنهایی که طلاق میدادن در درساشون آمده گریه کرده می نشست، اشتراک میکرد. در درساشون آدم‌های زیاد میشه، در بالای کوه درس میدادن، مردم در وادی پر میشد تا اون وادی، تا وای کوه سرش، برای اینکه میکروفون نبود مردم میشنیدن صداش. بسیار با معنی با تاثیر صحبت میکرد. خب و هو من اقدم ما صنف فی هذا الفن، از همه قدیمترین کتابی که در همین باره در علم وضع حدیث، یعنی حدیث های موضوع نوشته شده است، همین کتاب موضوعات ابن الجوزی. لکنه متسائل فی الحکم علی الحدیث بالوضع، لیکن در مسئله حکم کردن به حدیث در موضوع متسائل است. حتی بعضی صحیح بخاری حدیثایی که در صحیح بخاری است در موضوعات آوردگی اند، یعنی متسائل از این جهت، سبوک. همین هر حدیثی که کم تر اگر شبهه داشته باشد در کتاب موضوعات میبرن، لیکن خیلی اغلبش درست است، اغلبش موضوع است. لذا انتقده العلماء و تعقبوه، بنابراین علما انتقاد کردند که این حدیث بخاری برای چی در کتاب موضوعات آوردی، یا این حدیث صحیح است برای چی در موضوعات آوردی، انتقاد کردند و تعقبوه، از عقیبش اومده گپ زدن. یعنی خب لیکن به هر حال کتابش بهترین کتاب است در این موضوع، برای اونکه کتاب طبق بابها مانند صحیح بخاری نوشتگی است. کتاب علم، کتاب توحید، کتاب طهارت، کتاب نماز، کتاب روزه، کتاب زکات، کتاب حج، کتاب خرید و فروش، همین باب کتاب ماندگی است و در همین بابها چه حدیث های موضوعی هست آوردگی است. بسیار عجیب و غریب است کتابش.